سلام دوستان گل و نهایت گرامی. امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه در هر گوشه دنیا، هر جای این کره خاکی که هستین. شاد و پر انرژی و خوشحال در کنار فامیل و خانواده و دوستان و آشنایان، هر جایی که هستین شاد و خوشحال و پر انرژی باشین. دوستان گل، با 4 تا از مطلب خیلی مهم زندگی در خدمتتون هستم که دانستنش واقعا خیلی کمک میکنه به بهتر شدن زندگی ما. پس چی بهتر که این مطالب را تا آخر گوش بدین و خوشحال میشم که اگر تا حالا سابسکرایب نکردین میتونین راحت 1 ثانیه وقت میگیره سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو فعال کنید تا اگه ویدیوهای باحالتری گذاشتیم راحت‌تر بتونین ببینین. دوستان گل و نهایت گرامی، پیشنهادات، انتقادات، هر چی دارین توی کامنت برای ما بنویسین برای بهتر شدن کار ما. واقعا ازتون یک دنیا سپاسگزار و ممنونم. بریم سراغ 4 تا مطلب قشنگمون. اولین مطلب دوستان گل، بهترین عکس ها در اتاق تاریک گرفته میشه. چرا؟ چون زمانی که آدم میره آتلیه 100% نورا را قطع میکنه، بعد عکس میگیره و بعد از این ببین چه عکس زیبا و قشنگی در میاد. یعنی واقعا خیلی زیبا میشه عکسی که در تاریکی میندازن آتلیه ها، عکاس ها. چرا؟ این برمیگرده به زندگی ما که این اگر زمان قسمت از زندگی ما رو به تاریکی رفت یا تاریک بود، هیچ نگران نباشین دوستان گل. چرا؟ چون که پشت این تاریکی 100% روشنی وجود داره و برمیگرده همه چی به حالت خودش و خوب میشه دوستان گل. چرا؟ چون که هر غروبی یک طلوعی هم داره 100%. و دومین مطلبم دوستان گل، میدونی چیه؟ ما انسان ها اصلا دوست نداریم بمیریم و انشالله که هیچ کس این فکر نکنه. اما خب چرا ما اصلا دوست نداریم بمیریم ولی انتظار داریم به بهشت بریم؟ پس ما چطوری به بهشت بریم؟ یعنی آدم باید برای به دست آوردن بهشت اول باید مرد. اگر بخواد آدم بهشت به دست بیاره اول باید آدم بمیره، یعنی سختی بکشه. یعنی خیلی جاهای از زندگی واقعا خیلی سختی های دشواری داره و ما باید تمام این سختی ها را دانه به دانه حل کنیم و پیشرفت کنیم و ادامه بدیم. به ادامه راه زندگیمون باید ادامه بدیم. بعد سومین مطلبمون چیه دوستان گل و نهایت گرامی؟ میگه اشکی که هنگام شکست میریزیم همون عرق هست که هنگام تلاش نریختیم. یعنی ما تلاش نکردیم اون زمان که باید تلاش میکردیم و نکردیم. وقتی یه جای شکست میخوریم بعد ناراحت میشیم و اشک میریزیم که چرا من شکست خوردم، چرا این اتفاق افتاد، چرا اینطوری شد. خب زندگی بالا پایین چپ راست کروه همه چی وجود داره توی زندگی. پس بهتر اینه که آدم اول باید تلاش بکنه تا موفق بشه. دوستان گل و نهایت گرامی، 4مین مطلبمون چیه؟ 4مین مطلبمون هم واقعا خیلی 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 قشنگ و زیبا هست. آره دوستان گل، 4میش چیه؟ اینه که درصد کمی از ما انسان ها 90 سال زندگی میکنیم ولی ما بقیه ما چیکار میکنیم؟ 1 سال رو 90 بار تکرار میکنیم و این واقعا کار درستی نیست که آدم 1 سال رو 90 بار تکرار کنه. یه خورده برگرده به زندگی خودش، بفهمیم که چرا همش یک نواخته، نباید یک نواخت باشه. بالاخره سالات چرا خوشمزه میشه؟ چون از سبزیجات های مختلف گرفته شده و همه با هم وقتی که قاطی میشن یک سالاد قشنگ و زیبا در میاد. پس زندگی ما همینطور. اگه بعضی وقتا غروبی وجود داشت 100% طلوعی برمیگرده، بعضی وقتا اگه تلخی وجود داشت 100% شیرینیش هم میاد و ما باید صبور باشیم و به راهمون که واقعا واقعیت داره و اون راهی رو که دوست داریم باید ادامه بدیم. یعنی به جایی که میخوایم واقعا باید برسیم. چرا؟ چون میگه باید همت کنی و خودت پرواز کنی وگرنه پروازت خواهند داد آنطور که میخواهند. پس چی بهتره که خود آدم آنطوری که خود آدم میخواد پرواز کنه وگرنه پرواز میدن آدما اونطوری که مردم دلش میخواد. پس مردمن، ما نباید به حرف مردم زیاد توجه کنیم. چرا؟ چون که همیشه قضاوت میکنن. یعنی ما همیشه قضاوت میشیم، چی خوب باشیم، چی بد باشیم، چی مهربان باشیم، چی خشن باشیم، قضاوت میشیم. پس بخوای نخوای آدم قضاوت میشه. پس چی بهتره که آدم خودش رو درست کنه، اونطوری که باید باشه. یعنی اونطوری که باید دلش میخواد زندگی کنه رو باید زندگی کنه. دیگه زندگی واقعا خیلی کوتاهه، یعنی خیلی کوتاهه. ما هر چی فکرشو میکنیم. پس واقعا برگردیم به زندگیمون و این زندگی کوتاه ها اگر قرار باشه خیلی هم مثلا طولانی باشه، خیلی هم ممکنه خیلی طولانی زندگی کنن ولی اونطوری که باید نمیکنن. فقط
روز شب میکنه و شب صبح میشه و همینطوری در حال گذره. پس ما باید آنطوری که واقعا شایسته هست، آنطوری که لیاقتش داریم باید زندگی کنیم. دوستان گل و نهایت گرامی و ارجمند، امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از ویدیو خوشتون نامد میتونید لایکتون رو پس بگیرین، ولی سابسکرایب پس نگیرین دوستان گل. نه سابسکرایب پس نگیرین، امکان داره ویدیوهای بعدی بهتر باشه. خب شما میتونین با کامنت، با انتقاد، با پیشنهاد، با راهنمایی ما را کمک کنین دوستان گل. ما شما درخواست کمک میکنیم. سعی کنین که با سابسکرایب، لایک، شیر و انتقاد و پیشنهاد ما را کمک کنین. یک دنیا سپاسگزار. بازم برای تک تکتون آرزوی خوشحالی و خوشبختی و شادی میکنم. هیچی بهتر از یک حال خوب نیست و برای تک تکتون بهترین حال زندگی را آرزو میکنم. انشالله همیشه خوشحال و شاد و پیروز باشین در کنار خانواده و فامیل. خدا نگهدار تا بعد.